عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. با یک جلسه تحلیلی دیگه در خدمت شما بزرگواران هستیم. خب بریم برای تحلیل نمادهایی که دوستان گفته بودن. ببینید، قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل من یه چند تا نکته رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. ببینید دوستان عزیز، برای اینکه ما بتونیم در بازار موفق باشیم نیازه که ارکان بازار رو بدونیم، تمام آیتم های تحلیلی رو بدونیم. نمیتونیم فقط با تحلیل تکنیکال جونم براتون بگه که پیش بریم. من یه مثال براتون بزنم. اصولا همتون بازی حکم رو توی حالا پاسور بلدید دیگه، اصولا همه بلدن. یا هر بازی که توی حالا اصولا پاسور شما مد نظرتون هست. تحلیل تکنیکال رو وقتی که شما بلد باشی انگاری این که شما قوانین اون بازار رو بلدی. اوکی؟ تحلیل فاندامنتال یا با تحلیل تکنیکال جفتشو با هم، مثلا تحلیل رو بلد باشی انگاری اینکه شما قوانین اون بازی رو بلدی. اما شما یک سری اگر بخوای یه بازیکن خیلی خوبی باشی، شما نیاز داری که یه سری تکنیک ها رو که اصلا در قانون اون بازی نیستن رو تو بلد باشی. مثلا بالفرض مثال در حکم شما باید بلد باشی ورق ها رو بشماری، بدونی مثلا چه برگه ای رفته و چه برگه ای میتونه دست به قول معروف حریف موجود باشه. این جزء قوانین حکم نیست. ببینید، من دارم یه جوری مثال میزنم که دوستان متوجه باشن، کاملا درک بکن. این جزء قوانین بازی نیست، ولی این تکنیک شماست. این شما رو به موفقیت نزدیک میکنه. بازارهای مالی هم همین جوریه. شما وقتی که تحلیل رو بلد هستی، شما قسمتی از یک بازی رو بلدی. روانشناسی، مدیریت سرمایه، جونم براتون بگه ظرفیت احساسی شما، همه استراتژی مناسب با اصلا شخصیت شما، اینا همش یه گوشه ای از این بازیه. شما صرفا اگر قوانین بازی رو بلد باشی دلیلی بر این نیستش که شما حتما موفق میشی. اما اگر هر چقدر شما تکنیکت بالاتر باشی، هر چقدر بتونی به قول معروف حرفه‌ای تر فکر بکنی، حرفه‌ای تر تصمیم بگیری، احتمال برد در اون بازی بیشتر میشه. این نکته‌ای بود که دوستان حتما باید مد نظر بگیرن. این رو من از خودم نگفتم، این رو من از یه شخصی که توی یوتیوب دنبالش میکنم، ایشون حالا انگلیسی صحبت میکنه، کلا ویدیوهایی که میذاره انگلیسیه. این یه قسمت از ویدیوش برای من خیلی جالب بود. گفتم که بهتون بگم و شما بزرگواران به قول معروف اینا رو مد نظر داشته باشید. خب همیشه ما خودمونم گفتیم که آقا فقط تحلیل تکنیکال جواب نمیده، تحلیل فاندامنتال جواب نمیده، معامله گری با تحلیل گری متفاوته. ولی خب دیدم ایشون یک مثال خیلی قشنگ زد و این مثال رو من به شما انتقال دادم. و اینکه همیشه سعی کنین چیزهایی رو که به قول معروف از جای یاد میگیریم با ذکر منبع بگیم. اینکه مثلا یه جوری نشون ندیم که انگاری مثلا ما همه چی رو میدونیم، همه چی رو نه. شما هر روز باید بری یاد بگیری، هر روز باید از حتی از کسایی که سطحشون از شما پایین تره باید یاد بگیری، باید خودت رو آپدیت بکنی تا بهترین نتایج رو توی زندگیت بتونی بگیری. این راجع به این موضوع که خیلی مهم بود به نظر من و باید به دوستان میگفتم.
اولین نمادی که دوستان پرسیدن راجع به نماد سپید هستش، سپید ماکیا. چون VPN بازه یه مقدار طول میکشه تا این سایت های ایرانی لود بشه. خب راجع به نماد سپید ماکیان من قبلا برای دوستان این رو بررسی کردم، یادم حدوداً یه خرداد ماه اینا بود، گفتم محدوده 2200 تومن اینجا تا 2400 تومن این محدوده اپتیموم تریدینگ زونه، یعنی بهترین محدوده معامله است که دیدیم اینجا به عنوان کف سهام اومد خودش رو نشون داد. اما الان چه اتفاقی داره میفته؟ نکته‌ای که هست، من انتظار ندارم که این سهام بیاد زیر 2200 تومان دیگه به هیچ عنوان. اما دوستانی که با این تحلیل خریدن حواسشون باید باشه استاپشون رو باید بیارن بذارن اینجا. یعنی چی؟ ما اندیکاتور ATR رو باید ران بکنیم، یه ATR زیر جونم براتون بگه که الان ATR این 100 تومنه، اینجا چقدره؟ 2000 و حدوداً این محدوده 2600 تومنه. 100 تومن بیاریم پایین. استاپ دوستان اینجاست، یعنی محدوده 2500 تومن به عنوان استاپ دوستان باید مد نظر گرفته بشه. خب دوستانی که خریدن نماد 2200 تا 2400 2500 هم توی سودن، یعنی معاملتون رو باید ریسک فری بکنید. اوکی، این از استاپشون. حالا تارگت هایی که من برای این سهام مد نظر دارم، تارگت اولش که بدون شک خورده، تارگت اول اینجا بوده، محدوده 2800 تومان بوده که توی تحلیل قبلی هم بوده، این تارگت خورده. تارگت بعدی که من خودم به شخصه مد نظر دارم و انتظار دارم که این سهام بتونه خودش رو به اون محدوده برسونه، محدوده 3200 تا 3300 تومان. حالا احتمال داره از این 2800 یه افت رو به پایین داشته باشیم بعد بریم رو به بالا، اصلا مشکلی نداره. من اتفاق عجیب غریبی توی این سهام نمیبینم و انتظار دارم که این سهام بتونه رو به بالا تا محدوده 3200 حرکت کنه. میگم حالا شاید احتمال وجود داره که یه کوچولو رو به پایین هم بیاد تا 2550 2600 هم پایین بیاد، اصلا مشکلی نداره. مهم اینه که سهام در وضعیت خوبی قرار داره. حالا بعضی از دوستان شاید بگن که آقا اینجا واگرایی، نه، این واگرایی من قبول ندارم. این میتونه تشکیل یک الگوی پی باشه برای دوستان که به این حالت و اینم به این که میتونه بعد از شکستن این خط، یعنی محدوده 2850 که تا 3200 تا 3250 رو به بالا حرکت کنه. خب ولی این نکته رو هم بگم، اگر 2500 تومان رو به پایین بشکنه احتمالاً دوباره این کف رو یک بار دیگه تاچ کنه. اون موقع دوستان میتونن اینجا فروشنده باشن و دوباره با تعداد بیشتری از سهام اینجا منتظر خرید بشن. نکته دیگه ای که داریم، شاخص قدرت نسبی ما وضعیت به شدت خوبی داره، یعنی ما حتی اگر این رو به این حالت هم در نظر بگیریم، وضعیت ما از لحاظ شاخص قدرت نسبی وضعیت خوبی هست و بعید میدونم که این سهام بتونه اصلاح آنچنانی داشته باشه. ولی اگر RSI ما بتونه بالای 66 67، یعنی بتونه بره یه بار تو محدوده بیش خرید بره، احتمال خیلی زیاد ما تارگت 3200 3300 رو راحت میتونیم ببینیم. نکته ای نداره به نظر من. سهام
مشکلی نداره، جاش خوبه. حتی اگر بالای عهد 2800 تومان تثبیت بده، دوستان میتونن بخرن تا 3200 تا 3300 با حد ضرر 2500 تومان که یه ریسک ریوارد 1.5 بهشون میده اگر اشتباه نکنم. اگر دوستان اینجا خرید بزنن به اینجا، اینم حدود نه 1.2 میده. ریسک ریوارد جذابی نیست، ولی خب این نکته رو هم دوستان باید مد نظر داشته باشن که اگر 2850 رو به بالا شکسته بشه، استاپ شما باید بیاد روی محدوده 2650 قرار. یعنی استاپتون رو از اینجا تریل میکنید اون موقع به این محدود، اگر بالای 2850 تثبیت بشه، اون موقع یه ریسک ریوارد 2.2 بهتون میده. این راجع به نماد سپید ماکیان. دوست عزیزی که راجع به نماد سپید ماکیان پرسیده اوکیه، اگر اوکی نیست مایکشو باز کنه بیشتر صحبت بود. اگرم اوکیه میتونم براتون بگه که توی گروه بنویسن که ما متوجه بشیم. یکی از دوستان گفته که ما قرار بود نماد شاخص کل هموزن رو بررسی کنیم. بله، شاخص کل هموزن رو در انتها بررسی خواهیم. خب نماد بعدی نماد هایوه. راجع به نماد هایوه اتفاقی که داره میفته از نظر من اتفاق جالبی نیست. دوستان باید صبر کنن. احتمال داره که ببینید، این احتمال برای این نماد وجود داره که اینجا کفش باشه و شما بر اساس الگوهای کندل یک رو به پایین اینجا ببینید و بعد حرکت رو به بالا. اما نکته‌ای که وجود داره اینه مومنتوم حرکتی شما به حدی نزولیه، اوکی، که هیچ وقت من خودم به شخص توصیه نمی کنم وقتی که مومنتومتون به این حد نزولیه شما بیایی وارد معامله بای بشه، یعنی خلاف روند بخواد معامله کن. کاری که دوستان باید انجام بدن برای معامله گری در این سهام اینه که اگر اینجا کفش باشه باید اجازه بدید یه سقف و کف بالاتر بزنه. اوکی، باید اجازه بدید یه سقف و کف بالاتر بزنه که ما متوجه بشیم که روند نزولی ما به پایان رسیده. الان نکته‌ای که هست اینه سهم شما داره سقف و کفای پایین‌تر میزنه، حتی این سقف هم از این پایین‌تره، این کف هم. یعنی ترند شما فعلا نزولیه. شما در ترند نزولی اگه بیای وارد معامله بای بشی خیلی خطرناک. حالا ما باید چیکار کنیم؟ اگر این رو به عنوان کف دوستان در نظر دارن، اینم به عنوان سقف، باید اجازه بدن این یه کف بالاتر و یه سقف بالاتر بزن. اوکی، حالا سقف بالاتر هم زد، این میاد اینجا یه پول بک گارد سود، یعنی شما اینجاها وارد معامله خرید بشی. اوکی، باید اینجاها وارد معامله خرید بشی. فعلا عددش رو بهتون میگم ولی حواستون باشه، منظور این نیست که حالا همینجایی به صورت نمادیه، به صورت شکلیه. یعنی شما باید این سقف و کف بالاتر بزنه بعد تو پول بک بیای وارد معامله بشی. نکته‌ای که برای این نماد وجود داره اینه که این نماد تا موقعی که بالای این محدوده تثبیت نکنه، یعنی 270 تومان، روند این نماد صعودی نیست. یعنی اگر ما بخوایم نظرمون میتونه نزولی یا رنج باشه، تا زیر 270 میتونه نزولی یا رنج باشه. من به نظر من میتونه رنج هست، ولی تا موقعی که بالای 270 تثبیت نکنه روند این سهام صعودی نیست. یعنی دوستانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن خیلی دقت کنن، خیلی دقت کنن. اینجاهای این سهام نکته‌ای که وجود داره اینه که احتمال داره روند صعودی نباشه. این تا اینجای کار. حالا آیتمی که ما باید مد نظر بگیریم اینه که دوستان عزیز، آیتمی که ما باید مد نظر بگیریم، من یک لحظه این رو
ای بکنم این میکروفون رو. خب. نکته‌ای که ما باید الان مد نظر بگیریم این هستش که بالای 270 تثبیت رو ببینیم، یا دوستانی که میخوان نوسانی خرید بکنن، بهترین محدوده معامله برای این سهام از نظر بنده این محدوده است. محدوده 200 تا 220 تومن. محدوده 200 تا 220 تومن. حالا خیلی از دوستان میان میگن آقا چه عددیه داری میگی، اصلا امکان داره نبینه، اصلا میدونی این بنیادش چی جوریه؟ آره امکان داره نبینه، امکان داره این عدد پرت باشه، ولی اگر ببینه و بنیادش هم خوب باشه شما میتونی وارد معامله بشی. قبلا هم بهتون گفتم، یه بار دیگه هم تاکید میکنم، سعی کنید شما قیمت رو به بازار القا کنید، نه اینکه بازار قیمت رو به شما القا کنه. مثل نمایشگاه دارا کار بکنید، مثل اون دلاله ماشین کار بکنید. تو ماشین تو میبری، ماشین چقدره؟ قیمتش مثلا 10 میلیارده. میگه آقا 7 تومن میدی من میخرم. میگی بابا این ماشین اینجوریه 10 میلیارد اصلا باز. میگه آقا من نمیدونم 7 میلیارد میدی من میخرم. شما هم سعی کنید در بازار به همین حالت اقدام کنید. سهام خوب پیدا کردی؟ اوکی، سهام خوبه، اوکیه. سعی کن به قیمت خوب هم بخری. اون موقع است که شما بردی. حالا این سهام خوبیه، بله اوکی. 270 تومن بخری خوبه یا 200 تومن بخری خوبه؟ طبیعتا 200 تومن بخری خوبه. حالا اگر نشد 780 تا نماد از تو بازار، ان شاءالله یه نماد قحطی نماد نیستش. فعلا مومنتوم این نماد نزولیه و امکان تشکیل واگرایی مثبت وجود داره. حالا این یه ذره بیاد پایینتر، اینم بیاد اینجا، مثلا یه بین این دو کف ما یه واگرایی ببینیم و بعد حرکت کنه رو به بالا. اما من بعید میدونم حالاها بتونه بالای 270 تومن تثبیت بده، بعید میدونم. بهترین محدوده معامله محدوده 200 تا 220 تومن شد و تارگت اول 270 و تارگت بعدی که برای من مد نظر 350 تومنه برای این نماد. فعلا برای خرید این نماد دست نگه دارید. وضعیت جالب نیست توش، میتونه خیلی اذیتتون بکنه، حتی اگه از لحاظ قیمتی اذیت نکنه، از لحاظ زمانی میتونه خیلی اذیت کنه. نکته‌ای هم که وجود داره، اجازه بدید که RSIش این خط ترند نزولی رو هم رو به بالا بشکنه و وارد این خط ترند صعودی بشه. من این رو ببینم. الان وارد این خط ترند صعودی شده، اوکی، اما نمیتونه فعلا، نتونسته تثبیت مشخص، باید بالای این خط ترند نزولی هم تثبیت بده. هرچند خیلی از دوستان شاید بگن آقا این خط ترند جالب نیست، میتونیم بگردیم خط ترند های بهتر. این بهتره، این خط ترند از همشون بهتره. این الان اوکی تر شد. الان بالای این جونم براتون بگه که تثبیت رو داده، اوکیه، اما باید بالای این خط ترند نزولی هم تثبیت داده. انتظاری که من دارم یه همچین چیزی رو ببینم که بین این دو کف همون واگرایی که گفتم، واگرایی مثبت اتفاق بیفته. شاید قیمت پایین تر از این کف ها رو هم ببینه، یا شاید حتی کف دوقلو بزنه. به نظر من فعلا دست نگه دارید تا اینکه ببینیم وضعیت این نماد به چه شکل میشه. اینم راجع به نماد های وب. خب
دوستی که راجع به هایو پرسیده بود اگر اوکیه بنویسید که اوکی هست یا نه، وگرنه بیشتر راجع بهش صحبت. خب بریم راجع به نماد شتران. قبلا این نماد رو ما تحلیل کردیم، فکر کنم آیه عظیمزاده قبلا همین نماد رو پرسیده بودن. خب من فکر میکنم این نماد این کفی که تشکیل داده رو دیگه از دست نه. اوکی، یعنی محدوده 390 تا 400 تومن به عنوان کف شتران باشه. حتی اگر اتفاق بدی هم برای این نماد بیفته انتظار کف دو قلو براش داره در بدترین شرایط. اما یه چیزی که منو نگران میکنه راجع به این نماد که من آنچنان واگرایی مثبتی توی این ندیدم و این رو به بالا حرکت کرد. اصولا من نظرم بر اینه که اگه قرار یک مومنتوم خیلی نزولی بیا تبدیل بشه به یه حرکت صعودی، بهتره که واگرایی تشکیل بشه. دلیلش هم بهتون میگم. ببینید دلیلش اینه، ما یه حرکت نزولی داریم. واگرایی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا این بره بالا دوباره برگرده پایین دیگه. یعنی چی؟ یعنی یه محدوده ای رو رنج بزنه و بعدن بره بالا، نه اینکه یهو وی شکل رو به بالا حرکت کنه. حرکت وی شکل خیلی خطرناکه و الان چیزی که توی این سهم اتفاق افتاده ویه و انتظار دارم که این یه رو به پایین دیگه بزن. شاید این ویه بتونه بره تا این سقف هم بره ها، اصلا مشکلی نداره، ولی بعدش افتی که انجام میده دوباره مثل همین خواهد باز دوباره خطرناک. ولی اگر بتونه کف سازی کنه و بعد رو به بالا حرکت کنه دیگه اتفاقات جالبی توی اون سهام میفته. از سهام هر چی که هست. خب فعلا علل حساب من همین محدوده 390 تا 400 تومن رو به عنوان درستش رو بگیریم اینجاست، میشه 380 تا 400. فقط ای کاش آیه عظیمزاده بگن که ما تو تحلیل قبلیمون بهترین محدوده معامله رو کجا گفته بودیم. ای کاش اینو به همون بگن. دو پله ورود رو اینجا بوده آیه عظیمزاده، 450 بوده. بله آها یعنی دقیقا طبق همون تحلیل قبلی این پیش رفته. یعنی این اوکی 60 تومن سود داده بعد قیمت رو تعدیل کرده. یعنی اون 450 460 تومنی که ما قبلا توی تحلیل قبلی گفته بودیم 60 تومن ازش کم کنیم همین 390 400 تومنه میشه کفش. مرسی ممنون. خب پس دقیقا طبق تحلیل قبلی این سهام پیش رفته. آیا عظیمزاده هم گفتن که آقا این ما اون موقع که این سهم رو تحلیل کردیم مثلا مجمع نرفته و الان مجمعی که رفته 60 تومن سود تقسیم کرده. این 60 تومن رو از قیمت سهام ما کسر بکنیم به قیمت همون 390 تا 400 تومن میرسیم. خب این تا اینجای کار. پس
کفی که گفته بودیم تغییر نکرد. محدوده خوب معامله گری همون 450 تومن قبل از مجمع یا همین 400 تومن 380 تومن بعد از مجمع که با هم دیگه یکی هستن هستش. حالا میگم انتظار من اینه که این همین جوری رو به بالا حرکت نکنه، یه مقدار رو به پایین بیاد و بعد ما بتونیم معامله بکنیم. چیزی که مد نظر من هستش این محدوده رو به عنوان بهترین محدوده معامله گری دوستان مد نظر و میتونه اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. دوستانی که میخوان خیلی کم ریسک‌تر عمل بکنن میتونن بیارن رو محدوده 400 تا 380 که همون محدوده که اول گفتم، ولی خب تا 420 تومنش هم زیاد مشکلی نداره به نظر من. این تا این محدوده بهترین محدوده خرید. حالا راجع به بحثی که حالا ما بخوایم انجام بدیم برای معامله گری، نکته‌ای که وجود داره تارگت نهایی این سهام رو من 750 تومن با اجازه دوست. بله زمانش هم تحلیل میکنیم. فقط یه ذره زمانش باید یه مقدار صبر بکنید چون که تحلیل زمانی یه ذره سخت. ببینید نکته‌ای که الان وجود داره برای این نماد، اولین تارگت که محدوده 500 تومن میدونم، محدوده 500 تومن که شاید ما یه اشتباهی هم کرده باشیم. اینم من اینجا رو لحاظ بکنم. نه همون 500. اولین تارگت 500 تومنه. مودیفایش بکنم برای دوست اینجا میشه. و دومین تارگت محدوده 750 تومن. بریم برای تحلیل زمانی ببینیم اگه چنگال جواب بده که اوکی، و اگه نه بریم سراغ فیلم. یه مقدار سخت شد کارم.
چرا اینو باید استفاده کنه. اوکی. این یه نقطشه، همین جایی که درست مشخص کردیم اوکیه. و اون 1 و 272 رو باید میزدیم. من یه مقداری براش دست بالا. اوکی. طبق تحلیلی که حالا خیلی سریع انجام دادم، یعنی ما باید خیلی بیشتر وقت بذاریم، به صورت سریع انتظار من برای این سهام اینه که 750 تومن رو حدوداً چون که این پنجشنبه جمعه هاش هم باید کسر کنی، داده از اوایل برج 9 داده تا اواسط برج ده. شما همون این رو در نظر بگیرید، اواسط دیما ما دست بالاشو در نظر میگیریم دیگه، چون که الان خیلی اواسط دیما، یعنی میتونه حالا 15 هم بشه 20 هم بشه، مشکل نداره. من به خاطر اینکه سریعا اومدم تحلیل کردم، یعنی باید وقت بیشتری بذاریم نقطه یابی، چند تا باید نقطه پیدا کنیم، ولی خب چون سریع انجام، به خاطر اینکه ویدیو اوکی نشه، این محدودشه، این محدوده ایه که ما به این محدوده 750 تومن برسیم. حالا به خاطر اینکه میگم سریع ما این کار رو انجام دادیم، سعی میکنم دست بالاشو در نظر بگیرم، حاشیه اطمینان بالاتری رو در نظر بگیرم، اواسط دیما. ولی خب میگم این محدوده ایه که میتونه این سهام به این قیمت برسه. اوکیه؟ دوست عزیزی که راجع به زمانش پرسیده بود این محدود. مرسی. میدونید چه اتفاقی میفته؟ احتمالاً گزارشات 9 ماهه اوکی میشه تا اون موقع، یعنی گزارش فعالیت ماهانه برج 9 میاد بیرون و صورت مالی 9 ماهه قشنگ قابل تحلیل، قابل پیش بینی میشه و دوستان اون موقع متوجه میشن که توی 12 ماه چه اتفاقی برای این سهام میفته. به خاطر اینه که من فکر میکنم میتونه اتفاقات خوبی تا اون موقع براش بیفته. قراره چیکار کنه؟ تجدید ارزیابی. یه ذره بلندتر کاش صحبت بکنید، فکر کنم میکروفون صدای شما رو نگیره. ذره بلندتر صحبت بکنید خیلی ممنون میشه. گفتی تجدید ارزیابی بده و ایشالله که تا اون موقع چی. ببینید من تجدید ارزیابی رو آنچنان اصلا باش موافق چیز کار خاصی تو شرکت انجام نمیده. تجدید ارزیابی، شما تجدید ارزیابی میکنی، هزینه استهلاکت هم نشون میدی دیگه، هزینه استهلاکت هم افزایش پیدا میکنه. از اون ورم یه سری دارایی‌هایی که شما داری میاد این تجدید میشه، آنچنان اتفاق خاصی نمیفته. فقط توی بحث ارزش گذاری یه مقداری میتونه کار رو راحت تر بکنه، وگرنه تو عملیات شرکت که اتفاق خاصی نمیفته. مرسی. آره از لحاظ بنیادی که پالایش تهران شرکت خوب. اوکی.
اینم راجع به شتران و نماد بعدی ببینیم چی بود دان گفته بودن. نماد کمنگنز. ببینید این سهام رو مثلا من دوست دارم. این سهام اینجوری میگم وی شکل بر نگرد. این سهام دوستان از نظر من وضعیت خوبی داره. جز سهامیه که به نظر من وضعیت خوبی داره. کف دوقلو هم به نظر من تایید میشه. با شکسته شدن این محدوده که به عنوان تارگتش هم بوده، انتظاری که ما داریم ترند نماد نزولی بوده، ساید شده، دیگه ساید هم نباشه، صعودی بشه. یعنی تارگت اول که محدوده 1800 تومان هستش، در صورت شکسته شدن رو به بالا فعلا استاپتون محدوده 1500 تومان. اوکی، این استاپتونه. حالا اگر 1800 تومان رو به بالا شکسته شد، اتفاقی که میفته دوستان، کاری که میکنن استاپشون رو میارن میذارن اینجا، میذارن رو محدوده 1650 تومان. استاپتون تعدیل میشه. الان به نظر من همین الان هم تعدیل کنید اتفاق خاصی نمیفته. و نکته‌ای که هست راجع به تارگت این سهام، این سهام به نظر من وضعیت خوبی داره. اوکی، حالا بعضی دوستان میگن آقا این کف دوقلو نیست. به نظر من اوکی، به خاطر این گپ هایی که اتفاق میفته به نظر من اوکی، مشکلی نه. چیزی که باید دوستان مد نظر بگیرن، تارگت، این تارگت 2250 فعلا به عنوان تارگت نهایی. بعد از شکسته شدن 1800 تومان تارگت بعدی 2250 تومان خواهد بود. توی 2250 تومان انتظاری که دارم سهام یه حرکت رو به پایینی انجام بده. دوستان مد نظر بگیرید که سهام اومد رفت 2100 تومان شد، استاپتون رو 1650 نگه ندارید، استاپتون رو بیارید بذارید اینجا، استاپتون رو پله پله ببرید رو به بالا. و از لحاظ بنیادی این سهام اطلاع خاصی ندارم، ولی فکر میکنم یه اتفاقی توی شرکت افتاده. فکر میکنم یه اتفاقی توی شرکت افتاده. این راجع به این یه نکته دیگه هم بررسی کنیم. بله دیگه، همینجوری که میبینید این 1800 تومانی که اینجا مشخص کردم به عنوان تارگت براش، تارگت سنگینیه و انتظار هم میره که یه مقدار واکنش بهش نشون بده، یه ضرب نتونه بهش کنه، ولی اگه بهش کنه اتفاق خیلی جالبی میفته. بریم روی تابلوش. امروز هم که صفحه خریده، یعنی تو این بازار به این حالت جالب. تابلوش هم تابلو خوبیه، تابلو بدی نیست، با اینکه هم حجم زیادی نسبت به میانگین چند وقت خورده، از لحاظ تابلویی هم وضعیت خوبی داره. به نظر من دوستانی که این سهام رو دارن نگه، سهام وضعیت خوبی داره. و 60
127 تومانی 128 تومانی رو بخرید. اینم توصیه دوستان است. خب دوست عزیزی که راجع به کمنگنز پرسیده بود اوکیه. اگه اوکیه بریم سراغ مرسی خانم غزاله. هیچی هم از لحاظ زمانی همون محدود میشه. مرسی که بررسی کردید. مرسی. خب بریم سراغ شاخص کل هموزن که به عنوان مهمترین رو توی بازاره به نظر من. حالا شاخص کل یه مقداری شاید اذیت کنه، ولی شاخص کل هموزن به نظر من میتونه دید بهتری بهمون بده راجع به بازار. نکته‌ای که روی شاخص هموزن ما میتونیم ببینیم در گام اول این واگرایی است که اومده تایید هم شده، اما در گام اول بدون هیچ آیتمی ما باید بدونیم که شاخص کل هموزن برای این که ترندش از نزولی خارج بشه، ببینید ما کاری نداریم که صعودی بخواد بشه یا رنج بخواد، نه، فقط از نزولی خارج بشه باید بالای 740,000 واحد تثبیت. این نکته اولش. تا موقعی که بالای 740 تثبیت نکرده میتونه به روند نزولیش ادامه بده. در بهترین شرایط بازم میتونه ساید بشه، یعنی یه همچین حالتی رو ما ازش که اونم این افته بخواد صورت بگیره، بچه ها هر کدوم حدودا 20% تو سبدتون زیان حداقلش. پس آیتم اول اینه که بالای 740,000 واحد تثبیت بده. نکته‌ای که وجود داره برای من خیلی حائز اهمیته، یه شاخص قدرت نسبیه. بینا اگر بیاد به پایین و وارد محدوده بیش فروش بشه، اینم نگاه نکنید که خیلی آیتم ها این 3 تا 4 تا کندل بزنه به این خط میرسه، این 3-4 روز منفی بخوره کندل بزنه به این خط میرسه. اگر بیاد وارد محدوده بیش فروش بشه، با تمام احترامی که قائلم احتمال داره این کفر رو بشون. اگر ببینید فردا نگن مهران بگی گفت آقا این کفر رو میزنه ها، گفتم اگر این وارد محدوده بیش فروش، یعنی بیاد زیر سی، این اتفاق احتمال زیاد میفته، اما من بعید میدونم بتونه بیاد زیر تو محدوده بیش فروش. چیزی که من براش محتمل میدونم، حالا آیتمی که من براش محتمل میدونم اینه. آیتمی که براش محتمل میدونم یه سرشانه معکوسه. حالا یعنی چی؟ حمایتی که من براش میبینم و انتظار ندارم که این حمایت رو از دست بده شاخص هموزن، محدوده 690,000 واحده. من انتظار ندارم شاخص هموزن زیر 690,000 واحد بیاد. اگر زیر 690,000 واحد بیاد این کفر رو میشکنه، اون موقع اینجا رو میشکنه. پس من انتظار ندارم، اصلا بهشم فکر نمی کنم، شاید 1% هم به این موضوعی که این بیاد این کفر بشکونه بنا به فاند بازار اصلا فکرشو نمی کنم. اما
اینجا بهترین محدوده ورود مجدد به بازاره. نکته ای که دوستان باید حواسشون باشه، خب بعضی از دوستان شاید این رشته رو جا مونده باشن، این رشته خودش 20% سبد رو جابجا کرده حداقل. احتمال داره که اینجا جا مونده باشن، اگه میخوام بخرن به این حالت. اتفاقی که میفته این سقف از این سقف تقریبا بالاتر، این کف هم از این کف بالاتر، احتمالا ما میریم که بتونیم این سقف رو حدودا 740,000 واحد بود رو به بالا بشکنیم. خب اگر این سناریویی که من گفتم اتفاق بیفته، در گام اول تارگتی که براش میبینم 790,000 واحد اینجاست. یعنی اگر اینجا بیاد واکنش مثبت نشون بده، اینجاها بیاد اینجا برخورد کنه واکنش مثبت، اینجاها دوستان وارد بازار بشن، اصولا یه تو شاخص هموز یه گین 12% توش هست. خب این راجع به این موضوع. همه چیشم از لحاظ اندیکاتوری به نظر من اوکی، یعنی ما این واگرایی رو داریم میبینیم، تاییدش هم شده، به نظر من از لحاظ اندیکاتوری اوکیه. بریم روی نکته‌ای که وجود داره اگر ما متوجه بشیم. ببینید الان دوستانی که ایچیموکو کار میکنن، کوالیتی لاین ما از ابر زده بیرون. اگر کوالیتی لاین ما از این سبزه بدونیم خارج بشه و این قرمز هم رو به پایین حرکت کنه، این وارد قرمز بشه، یعنی که روند ما تغییر کرده، دیگه روند ما نزولی نخواهد بود. سیستمی که ما باید کار بکنیم الان اینه که این کوالیتی، این سنکوی بی رو پیش بینی کنیم، ببینیم که سنکوی بی رو به پایین حرکت میکنه یا نه. این به عنوان ایچیموکو پیشرفته هستش دیگه دوستان. باید شاید بعضیا متوجه نشن، مشکلی نداره. علل حساب فعلا سنکوی بی ما تا 1 2 3 4 5 6 7 8 روز احتمالاً فلت خواهد بود اگر اتفاق عجیب غریبی تو بازار نیفته، یعنی این کفه شکسته نشه. این فلت خواهد بود. سنکوی بی ما عملا تغییری نخواهد کرد، اما بعد از 8 روز، بعد از 9 روز که این اینجا قرار میگیره، آروم آروم ما این سقفمون رو به پایین حرکت خواهد کرد. پس این سنکوی بی میاد رو به پایین حرکت میکنه و به نظر میاد که از لحاظ زمانی ما حدوداً یه 2-3 هفته‌ای درگیر هستیم و بعد 2-3 هفته احتمالاً بازار میتونه رو به بالا حرکت کنه. این آیتمی هستش که ایچیموکو هم تایید میکنه، اون اول مهر ماه، اوایل مهر ماه اواخر شهریور ماه رو ایچیموکو هم داره تایید میکنه. یه نکته دیگه ای هم وجود داره، ما باید حواسمونم از یه جهت حواسمونم باشه که این اگر سبزه بیاد رو به پایین حرکت کنه، سنکوی A رو به پایین حرکت کنه و این مشکی دوباره وارد سنکوی A بشه، احتمال داره روند نزولیمون همچنان ادامه داشته باشه. ما باید این انکانسن و کیجونسن رو بررسی کنیم. خب
رفته رفته تنکانسن ما رو به بالا حرکت خواهد کرد مگر اینکه بیاد زیر عدد 700,000 واحد 710,000 واحد تثبیت بده که فعلا بعید میدونم. و راجع به تنکانسن کیجونسن 25. چرا 25 میگیرم؟ چون یه دونه خودشه. اینم به دوستان بگم که فکر نکنید این 26 ما داریم 25 میگیریم اون 9 اون داریم 8 میگیریم، چون یه دونش خودشه. خب راجع به کیجونسن اگر این سقفه رو بتونیم بزنیم بریم رو به بالا، کیجونسن هم رو به بالا حرکت میکنه و اختلاف ما انحراف کوالیتی لاین از سنکوی A بیشتر میشه. در غیر این صورت همچنان این انحراف رو داریم. حتی اگه این تو پایین حرکت کنه، این تا این بیاد تا این کفه هم بیاد پایین، انتظاری که ما داریم فعلا کیجونسن ما آنچنان تغییری نخواهد کرد، چون که سقفش اینجاست، کفش هم اینجاست، میانگینش این وسط میفته. شما هر چقدر بیای جلوتر این سقف و کفه فعلا تغییر نمیکنه مگر اینکه این سقف زده بشه. این سقف زده بشه کیجونسن شما رو به بالا حرکت میکنه. پس من فعلا تا موقعی که این سقف زده نشه کیجونسن رو فلت میدونم، کوالیتی لاین هم فلته، تنکانسن من تقریبا یک کوچولو میتونه رو به بالا حرکت کنه، اما بعد از 8 روز تا 10 روز نهایت 12 روز کاری سنکوی بی من رو به پایین حرکت میکنه و احتمال تغییر روند وجود داره. اینم راجع به این آیتم. خب نکته‌ای که وجود داره اینم داره تایید میکنه اون محدوده‌ای که گفتم به عنوان بودن 690,000 واحد رو من به عنوان حمایت معتبر برای شاخص هموزن مد نظر قرار دادم. این رو هم داره تایید میکنه ایچیموکو. حالا 690 بگیرید شما مودیفای بشه، حالا یه مقدار حالا بالا پایینش، حالا 1000 تا بالا 2000 تا بالا 2000 تا پایین زیاد تفاوتی نداره. نکته‌ای که به شدت حائز اهمیت اینه حدوداً 733 740 همون محدوده‌ای که گفتم به عنوان قوی ترین مقاومت شاخص هموزن هست و فعلا کار داره. و ببینیم اونجا رو میتونه رو به بالا بشکنه یا نه. ولی نظر من اینه که میتونیم تا محدوده 780,000 واحد رو به بالا حرکت بکنیم. حرکتی هم که من مد نظرمه در بدترین شرایط میتونه به این حالت باشه. حالا میتونه به اینجا برخورد کنه، میتونه یه فاصله داشته باشه، اصلا میتونم همینجوری بیاد بره، اصلا مشکلی هم نداره. ولی خب بدترین شرایط سناریوی الف این هستش که بیاد پایین و بعد رو به بالا حرکت کنه. سناریوی دوم این هستش که بره بالا پول بک و بعد حرکت. من رو به بالا میبینم شاخص رو فعلا تا 780,000 واحد، اما رشدش رو از اواخر شهریور اوایل مهر ماه نهایتش تا 10 مهر. اینم راجع به شاخص هموزن دیگه. اگر دوستان سوالی هست من در خدمتم، اگرم سوالی نیست از خدمت دوستان مرخص بشیم. اگر دوستان سوالی دارن میتونن توی مایکشون رو باز کنن بپرسن یا اینکه توی گروه بنویسن. مرسی. دیگه فکر کنم هیچ آیتمی برای اما اگر نموند، همه چیشو گفتم. خانم فردوسیان ما روزانه 5 تا نماد رو بررسی میکنیم و میونم براتون بگی که انشالله روز بعد حتما راجع به شصتان هم صحبت میکنیم. فقط یه دید کوچولو نگاه کنم بهتون بگم که اگر
عالیه دیگه خانم فردوسیان. راجبش چی بگیم؟ راجب این نماد ما راجبش چی بگیم خدا رو خوش بیاد؟ حد ضررتون رو بذارید زیر این کندل دوجیه. اگر این کندل دوجیه شکسته شد، طبق قوانین کندل شناسی سعی کنید که به قول معروف کارتون رو انجام بدید. اما یه مقداری روی تابلوش وضعیت جالب نیست، حواستون باشه. فقط همین رو میتونم بگم، از لحاظ کندل شناسی یک مقداری حتما حساسیت به خرج بدید. همین که خودتون کاملا متوجه شدید فکر کنم چی دارم میگم. این 60 اصلا تو افتای بازارم با اجازهتون افت نکرده. دوستانی هم که از پارسال داشتن، یعنی فکر کنیم از یک سال، همون موقع که پارسال بازاری خودم این رفته بالا بودن 700% رشد کرده. از پارسال خرداد ماه که بازار ریخت تا الان 700% این سهام رشد. انشالله خیر. از این سهام پیدا میکنید به ما هم بگید ما هم استفاده بکنیم، دستتون درد نکنه. اصلا 60 رو من تا حالا نگاه نکردم. خب امیدوارم دوستان بزرگواران هر جایی که هستید سلامت باشید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم دیگه. ایشالله فردا هم ساعت 11 تا 12 به مدت 1 ساعت در خدمت دوستان خواهیم بود. 5 تا نماد رو بررسی میکنیم، یه سری نکات آموزشی هم میگم و هر چی باشه چون تصویری هستش، به نظر من خیلی از کلاب هاست میتونه بازدهیش بهتر باشه و روی معاملات شما خیلی خوب میتونه تأثیر بذاره. روز همگی بخیر باشه. خدا نگهدار.